من برگدیر هستم، 20 کارگر دارم، آیلی که آنها 1500 روبل است، من 1000 روبل میتیمشان، 500 روبل به من میمانه، لیکن آنها نمیدانند. همین درست همین بسیار مسئله مهم است. بسیاری جوانان پیش ما بچه ها میرن شکایت میکنن در همین باب. همین مسئله این حرام است عزیزان من. وقتی که اولش که شما به همون صاحب کارخانه قرارداد کنید که همین کارخانه شما مثلا من 100,000 روبل تیار کرده میتیم، من 100,000 روبل شما همین درازی هستی و گو که من همین درازی هستم 100,000 ده خودت کارگر یا خودت چیز کن بود کنته، این صورت شما کارگر خودتون قرار کنید چند سیمی میگیره، آیلیک شب برای اختان یک فایز میمونه باقی ندارم. یا که همون کارگرها رو که میگیره شما گویی که من همین کارخانه پولش همین قصد، هر کدام شما در هر ماه همین 2000 سامانه میرسد، لیکن من به خاطر کاریابیم، به خاطر من این دوادم میخوام 300 از گیرم. شما راضی هستی یا نه؟ اگر گویم که راضی هستیم این صورت هم حلال است. لیکن اگر رفتو اونها رو سیر باینتی از رئیس خوجین برای هر کارگر 2000 گیره و اونها رو نفهمیده 500 سی بجا کنه 1500 این حرام میشه، این خیانتی در حق برادری مسلمان میشه. این کارا رو نکنه. بازم میگیم شما آشکار گویی همون کارگرایی که داره برادر همین کار من تو یافتم، شما رو من به کار تامین کردم، همین ماه هر ماه حق شما همین است، از همین لمی صدارش من خودم میگیرم. شما راضی هستی یا نه؟ راضی باشن خوب، راضی نباشن جوابش ده با کارگر دیگر گیر، یعنی میشه. اما فریبشان نکنیم، این خیانت است. خدا خیانتکارا رو دوست نمیداره. بالا این شب دیروز همینجا من یه مکتوب دستم افتید در این ماشین بردم سانی بینم مکتوب در کیسم انداختم، خانه رفتم خواندم. مکتوب شکایت بود از بالای بعضی بچه های ریشدار که حضرت ایشان هم بجده بعضی بچه ها هستن ریش دارن، حتی مسجد میرن نماز هم میخوانن، اما شبها 2-3 نفر شده خانه های ما میدراین، جای خوابی ما تلفن همانو به زور میگیرن، پولامانو کشیده به زور میگیرن، ما رو تحقیر میتونن. اگر ایگان چیگه میزنن من در این باره یک چی گوید. من گمان نمیکردم که در این سالهای آخر این تو بچه ها باشن. اگر رفت و باشد در بین شما، در همین لیدنگرید شما هم تو بچه ها، خواهش میکنم از این کار دست کشید، زیرا که خداوند انتقام و یار از شما میگیرد. او تلفانی که از اونها شما میگیرد یا او 1000 و 2000 سومی که از اونها میگیرد و شما در آشی بدن نمیشود، خدا 10 ها برابری وی از شما میبرارد. من بسیار آدمایی رو میدونم که هم تو حق مردم میخوردن، امروز خداوند آنچنان خارشان کرده است که یک سوم در راهشان مانده است. باور کنید، خواهید ناماشان هم میگم همین دارم. حق مردم دهد لذت به کامت، گلوگیر است در روز قیامت. پگه گلوت میگیرد، پگه کشتلت میگیرد، پگه نمازخوان باشی ثواب نمازات خداوند اول رویانده به او بیچاره میتید. اگر نماز نداشته باشی گناههای وی خداوند از گردنش ساقط میکنه، بالای تو دوبار میکند، تو روز جزا داری. مرد برای تاجیکی که تاجیکی خودش تحقیر میکند، مرد جوان مردی که تاجیکی خودش حقوقش پایمال میکند. مرد بر این تاجیک، مرد بر این مسلمان. مسلمان باید دست برادری مسلمان گیرد، مسلمان باید مسلمان برادرش یاردم کند. مرتبار پهلوانی که حق حساب دیگران زندگی کنی، دستات نشکسته تم رنگی او کار کن. او بیچاره از خانهش آمده است، کودکاش در اونجا محتاج، پدر و مادرش محتاج، همسرش چشمش چار که شوهرون دوستم کار میکنه روان میکنه، تو ایلایم جوان مرد شیپونی وی بزرگ میگیری، وی کجا رود؟ آهی مظلوم خواهی نخواهی میگیرد. لبی خشکی مظلوم و راگو بخند. شما مظلوم ها خنده کنه، دعا کنه، خداوند دندان این ظالم ها رو میکند، در همین دنیا خارشان میکند، در همین دنیا جوانمرشان میکند، در همین دنیا محتاجشان میکند. والله 10 سومه که از شما میگیرن 1000 سومشان از دست میتیان. این فراموش نکنه. من نفرت دارم به او جوانی، به او تاجیکی که تاجیک خودش تحقیر میکند، تاجیک خودش آزار میتید.
یهودی ها امروز به وحدتشان دنیا رو در قبضشان گرفتن. صدقه جوانمردی شوند. مرادم خیلی جوانمرد. رسول اکرم جوانمرد رو میگن که من سلم المسلمون من لسانه و یده. جوانمرد مسلمان همون جوانمرد است که دیگه مسلمان ها از ضرر زبان او، از ضرر دست او ایمن میمونن. حرکت میکنه دیگران دو فایدهش رسد نه زیانش. این مسلمان میگوین اتقی دعوت المظلوم. رسول اکرم میگه از دعای مظلوم بیچاره، از دعای مظلومی به پشت و پناه، از دعای مظلومی که شاید ضعیف و ناتوانه حذر کن. فانه لیس بینها و بین الله حجاب. بین دعای او بین پروردگار پرده نیست و اجابت میشد. روز خونی جگرت میخوری. نکنه بچه های خوش رو شاید تا امروز کرده بس کنه توبه کنه، و یک دیگر جنگ نکنه، یا دیگر تان احترام کنه، یا دیگر تان دوست داره. از خدا طلب کنه، رزق روزی را از خدا طلب کنه، کار کنه، خدا به شما هم رزق میتید. حقی مردم دهد لذت به کامت، گلوگیر است در روز قیامت. حذر کن از حقی مردم بود خاص، در آید عاقبت در دیده کس. بنابر رسول اکرم گفتن اتدرون من المفلس من امتی. حدیث صحیح است، بخاری است. میدانی که کمبغل و محتاج و خجالت و شرمنده در بین امتی من کیست؟ مفلس گفته کسی را مفلس هم میگن. کسی را میگن که همه مردم او را ناداریش در کمبغلیش در اعتراف کردگی است. قرضدارا هم برای پول دیگه پیش نمیرن، یگان چی دادگی هم برای حاجت دیگه پیش نمیرن. زیرا به کویری میگن در اصطلاح. اصحاب گفتن یا رسول الله مفلس مفلس ما کسی رو میگیم مفلس، کسی رو میگیم که از کسی پول قرض گرفته است دیگه داده نمیتونه، جای کار ندارد، منبع درآمد ندارد، خوب عقلش کم شده است، دست و پاش کار نمیکنه، دیگه داده نمیتونه. قاضی او رو کاغذ داده است که از این دیگه طلب نکنه حق تانه، خدا حق شما را از این روینده پگه میتید. اصحاب اینو پوزن. حضرت نه این من در نظر ندارم. مفلسی امتی من همون کسی است که نماز میخونه، مسجد میبیا، روزه میگیره، زکات میتیه، حج میره، کارهای خیر میکنه، اما با وجود این کارهاش یک آدم حقارت کرده است بیگناه، یک آدم زد است به مشتی زور، این باکسیار است یا شتنگیست است، یک آدم حقش بزوری کشیده گرفته است، کتیشک شاید، پیاز شاید، سوزه شاید، ماهی شاید کشیده گرفته است. ثانی همونها را راضی نکرد و نبخشاند، پیش خدا آمد، مرد رفت. همینا میمورن یه روز. سرکشانی که میکردند و دعوای منی، دیدمش در ملک خاموشان که مشتی خاک شد. یا لغت میزنید در خاک قبرستان را کله میپرد، شاید مثل این پهلوانا بود، مثل همین راهزنا بود، امروز کلش پوسیده رفت. سرکشانی که همه کردند و دعوای منی، دیدمش در ملک خاموشان که مشتی خاک شد. همونا را راضی نکرد و رفت. حالا عزیزان من، بچه های خوشرو، کسانی که آزارشان داده از روی جاهلیتان و نادان، این روز اونها را راضی کرده ممکن است، پیشان رو به عذرخواهی کنه، اونها انسان هستن میبخشن شما را، اما راضی نکرده با غرورتان همون ایستادن گریده به اونجا ذاتی هسته که غرور شما رو میشکند، بینیتان در زمین میشکد، در پیش مظلوم و سرخم میکنه. او رو دشنام داد، راضیش نکرد، خدا اونجا رویزیه میکنه. نمازو که همش که دید، باز دل خدا میگه که با ببینه کمپیوتر زنی کی را حقارت کرده، ببینن چند آدم حقارت کرده، کی را زده، با چند کی را حقش خورده. خوب خدا میگه که حقهای نرویانده تی
این نمازش میگیرن کسی رو دشنام داده میتین، نمازاش که تمام شد از زکاتای دادیش میگیرن کسی رو حقارت کرده میتین، ای حجش از کارهای خیرش کسی رو حقش خورده میتین، آخرش میبینن که کارهای خیری کردگیش تمام شد، تمام. دعواگر بالاش داری هم هست، خدا میگه که گناه های وی برداری بالا اینده مونده. این حدیث صحیح از این پیغمبرتان گفتگی است. او مظلوم میره خندان به بهشت، این که دعوا داشت در اینجا غرور داشت نماز میخواند مسجد میرفت، به خاطر این ظلم میکردیش میره به دوزخ. نبا شاعر اوی میگه لبی خشکی مظلوم را گو بخند که دندان ظالم را خواهند کند. اینا بچه های خوش رو بازم میگم به یک دیگرتان انصاف کنه، به یک دیگرتان رحم کنه، به یک دیگرتان دست یاری دراز کنه. رسول اکرم میگن لیس الشدید بالسرعه انما الشدید من یملک نفسه عند الغضب. پهلوان کسی نیست که در حالت غضبش بیاید بیچاره رو میزنه میشکنه میغلطانه. این پهلوان. وقتی که من میشنم بعضی شما با تاجیکا با دیگر جنگ میشود، جنگ دا حتی به این حد میره که تیر پروانه و کارزنی میشه موریتان شما با همین ناموستان. خیلی دلم برای شما میسوزد، خیلی هم دلم میسوزد به خاطر هم که شما ناموس تاجیکی نداره، حالا که ناموس اسلامی ایستادگی. باید مسلمان دستی برادری مسلمان شگیرد. مسلمان باید برادری مسلمان محتاج یاردم کند. این مسلمان میگوید لیس الشدید بالسرعه و انما الشدید من یملک نفسه عند الغضب. وقتی که غضبش میبیاد یکم بیادبی کرد میتونه یه مشت زنه اجاش خسته نتانه، اما خوش به دست میگیره استغفر الله العظیم میگن. این پهلوان میگن هر کی خشم خود فرو خورد ای جوان، باشد او از رستگاران جهان. این تو جوان شوی عزیزان من، جوان شوی مثل حضرت علی بارین شوی، جوان شوی مثل خالد بارین چه تو پهلوان بود، با وجود همین در پیش بیچاره ها خوش از اونها پستر میگریفت. این جوان ها را، این تو پهلوان ها را خدا دوست میداره، خدا نگهتان داره. خداوند انصاف تان تیه بچه های خوش رو. خداوند بازم میگه رزقاتان رو فراخ کنه، اما از ظلم کردن در حق یک دیگر خدا تان نگه داره. والله حق العبد آنچنان وزنین است که حتی اگر شهدا را خدا همه گناهشان میگذره، زنا کرده باشدن میگذره، عرق خورده باشدن میگذره، اما حق العبد حقی کسی رو بزرگ گرفته باشه، شهید اعلا را هم خدا برای وی نمیبخشه. باور کنید این پیغمبر خدا را حدیث صحیح شد. بنابراین ما و شما طاقت رویزی پیشگاه خدا نداریم. نکنید این کارا رو. بچه های خوش رو خدا نگهتان داره.